خداوند هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کند. انسان هر کار نیکی را انجام دهد برای خود انجام داده و هر کار بدی کند به زیان خود کرده است. مؤمنان میگویند پروردگارا اگر ما فراموش یا خطا کردیم ما را مؤاخذه مکن. پروردگارا تکلیف سنگینی بر ما قرار مده، آنچنان که به خاطر گناه و طغیان بر کسانی که پیش از ما بودند قرار دادی. پروردگارا آنچه طاقت تحمل آن را نداریم بر ما مقرر مدار و آثار گناه را از ما بشوی و ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده. تو مولا و سرپرست مایی، پس ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان.